هر روز صبح به خودت بگو امروز با آدم‌های حسود، خشن، ناسپاس و خودخواه روبرو می‌شوم. اما هیچ کدام نمی‌توانند روح مرا آلوده کنند مگر اینکه خودم اجازه بدهم. قدرت واقعی درون توست، در انتخاب واکنش‌هایت. نه ثروت، نه شهرت، نه حتی عمر طولانی. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که چگونه زندگی می‌کنی و چگونه می‌میری. پس هر لحظه را چنان بگذران که گویی آخرین لحظه توست. با شجاعت، آرامش و فضیلت و بی‌تزلزل. مارکوس اورلیوس میگه اگر زندگی دشوار است، پس آن را با شجاعت بگذران. اگر مرگ نزدیک است، آن را با آرامش بپذیر.